پرواز از پایین دست صد انجام شد به سمت تبریز. هوا صاف و کاملا شفاف و روشن، هیچ پدیده جوی خاصی رو ما نداشتیم. در بعد از حدود نیم ساعت 35 دقیقه طی مسیر در منطقه مجاور معدن مس سونگون، قبل از اینکه به این منطقه برسیم، در دره مجاور اون منطقه که این خط سیر انتخاب شده بود، اونجا یه لکه ابر مانند یه سفره‌ای که در بیابانی بگسترانند. یعنی صحبت از مه نبود؟ نه خیر، در مسیر بالگردی ما نه. ممکن بود در پایین دست و در عرض کنم خدمتون که گودی دره مه بود، ما خیلی هم توجه نکردیم، اما هوا باز و شفاف در یه منطقه بسیار محدود یک لکه ابری در روی این دره قرار داشت و عرض کردم مانند یه سفره‌ای که در بیابانی بگسترانند. منتها از نظر ارتفاع پروازی به گونه‌ای بود که ارتفاع پروازی مواجه با این ابرها بود و قدری هم پایین‌تر از این ابرها یه قدری بالا دست این هلیکوپترها بود. اونجا شهید کاپیتان مصطفی که خلبان بالگرد حامل آقای رئیس جمهور و فرمانده مجموعه هلیکوپتری همراه ما بود، بنا به اونچه که بعداً خلبان پرواز ما به ما اعلام کرد، ایشون به عنوان فرمانده میدان اعلام میکنه که ارتفاع بگیریم بریم بالای ابرها و از بالای ابرها ادامه مسیر بدیم. هلیکوپترها اومدن بالای ابرها، ما هلیکوپتر شماره 3 بودیم، وسط این هلیکوپتر حامل آقای رئیس جمهور و جلو هم هلیکوپتر دیگری. بالای ابر اومدیم، شاید مثلا 30 ثانیه ادامه مسیر دادیم، خلبان متوجه شد که هلیکوپتر اصلی همراه ما نیست. هلیکوپتر که وسط شما میومد ندیدیم. از این ابر که اومدید بالا دیگه ندیدیم. از این ابر که اومدیم بالا دیگه ندیدیم. عرض کنم خدمتتون و آمدن ابر هم خیلی عادی و معمولی بود، چیز سختی نبود. حتی ما گاهی اوقات پروازهای هواپیمایی به ابر که میرسیم لرزش هایی داریم، عرض کنم خدمتتون که اعلام میکنن کمربندها رو ببندید، عرض کنم خدمتتون که نگران نباشید، این لرزش ها طبیعی و عادیش نه، لرزش و چیزی هم نداشتیم. اومدیم بالای ابر، شد کاملا عادی به مسیرمون ادامه میدادیم و بلافاصله هم ابر تمام شد. و پیش از اینم هواشناسی یا گزارش‌های هواشناسی هیچ چیزی مبنی بر این که منطقه مه‌آلود بادی طوفانی بارش بلافاصله هم ابر تمام شد و ما در دیگه هوایی قرار گرفتیم که زیر پامون عرض کنم خدمتتون که ابر نبود و زیر پای خودمون خط و رأس قله‌های بعد از ابرها رو زیر پامون دیدیم و مجاورش هم معدن مس سونگون. چون این پرواز نیومد بالا، من یه مرتبه دیدیم که خلبان ما شروع کرد دور زدن، برگشت به سمت عقب و دور زدن. من از کمک ایشون پرسیدم که چرا برمیگردید؟ گفت یه هلیکوپترمون نیومد، احتمال میدیم نشسته باشه، احتمال میدیم فرود اضطراری کرده باشه، چون هر چی صداش هم میزنیم ارتباط رادیوییمون قطع پاسخ نمیده. پرسیدم آخرین ارتباط رادیویی کی بوده؟ گفت 1 دقیقه و 30 ثانیه قبل. گفت 1 دقیقه و 30 ثانیه قبل ایشون اعلام کرده که بریم بالای ابر. در کمتر از 1 دقیقه ابرها تمام شد، وارد فضای شدیم، دیگه زیر پای ما هم ابر نبود. گفتن که ارتباط رادیویی ما قطع شده و پاسخ نمیدن، بگردیم و منتظر بشیم بیان ببینیم چی شده. چند دورشون روی منطقه زد، روی منطقه ابر هم اومد، اما زیر پا رو در یه بخشی که همون سفره ابر بود ما هم زیر پامون نمیدیدیم. امکان این که بیان زیر ابر هم چون تو با ریسک بود و دید نداشتن براشون مقدور نبود. 1-2 دور منطقه رو زدند و خبری نشد. ناچارن هرچی هم تماس رادیویی خواستن برقرار بکنن، این تماس برقرار نشد. ناچارن در همون فاصله نزدیکی یعنی 30 ثانیه بعد در محبته معدن مس سونگون فرود اومدیم و پیگیر ماجرا شدیم.
و بعد شما تماس تلفنی سعی کردید برقرار بکنید با ما از همون لحظه‌ای که گفتن که ارتباط رادیویی نداریم، ما چون تلفن هایی که عزیزان ما که همراه آقای رئیس جمهور بودند تلفن همراه داشتن و چون اونجا آنتندهی هم بود در ارتفاع، تو در آنتندهی بعد رفتیم نبود، آنتندهی هم بود، بعضا هم توی بالگردها غیر از ارتباط رادیویی با تلفن هم با هم دیگه صحبت می‌کردیم. تماس‌هایی رو ما داشتیم با تلفن شهید سردار موسوی فرمانده یگان حفاظت، با شماره آقای دکتر عبداللهیان، با شماره آقای استاندار، با شماره آقای امام جمعه. دیدیم هیچ کدوم از اینا جواب این داخل هلیکوپتر تماس می‌گرفتین؟ هم داخل هلیکوپتر هم ادامه دادیم، هم زمانی که نشستیم، یعنی تماس‌های مکرر. مایی که در هلیکوپتر بعدیم بودیم، یعنی من، آقای مهندس مهرابیان وزیر نیرو، آقای دکتر بسپاش وزیر راه و شهرسازی و دیگر دوستانی که همراه ما بودند، خب شماره عزیزان رو داشتیم. هرچه تلاش کردیم پاسخی رو دریافت نکردیم. تماس تلفنی رو بعد کادر پروازی ما به ما گفتن که ما تماسی گرفتیم روی تلفن همراه خلبانی که در خدمت آقای رئیس جمهور بود، کاپیتان مصطفوی، و تلفن رو به جای کاپیتان مصطفوی آقای آیت الله آل هاشم جواب دادن و آیت الله آل هاشم گفتن من حالم خوب نیست و افتادم تو دره و چیز خاصی رو هم بیان نکردن که چی شده است. این سوال جواب کردن از آقای هاشمی که کجا هستین، سوال جواب کرده بودن، در همین مقدار گفتن که ایشون به ما جواب داده. با همون شماره تلفن من تماس گرفتم. خب هم ایشون منو میشناخت، هم من میشناختم، خودم معرفی کردم. تلفن کاپیتان مصطفی رو به آقای آل هاشم جواب داد. ازشون پرسیدم حالتون چطوره؟ گفت حالم خوب نیست، خیلی درد و ناله و اینها داشت، گفت حالم خوب نیست. گفتم چی شده؟ گفت نمیدونم، متوجه نشدم چی شد. گفتم کجایی؟ گفت نمیدونم. گفتم آدرسی مشخصه، چیزی که ما بتونیم بیایم اونجا؟ گفت که لابلای درخت‌ها هستم. گفتم بقیه همراهان حالشون خوبه؟ میبینیشون؟ دسترسی داری به اونها؟ گفت من هیچ کس رو نمیبینم، من تنها هستم و متوجهم نشدم چی شد و کسی هم اطراف من نیست. گفتم مشخصه ای رو، هم مشخصه جنگل و درخت و اینها رو به ما داد. در فواصل بعدی هم که باز در جستجو بودیم، چون ما بلا فاصله از اونجا، چون برای ما تقریبا معلوم بود که هلیکوپتر دچار سانحه شده و ما اونجا مأموریت خودمون رو این تعریف کردیم که سریع خودمون رو بتونیم به محل سانحه و حادثه برسونیم و اگر نیاز به امداد و نجات باشه کار امداد و نجات رو انجام بدیم. اونجا امکانات خوب بود در معدن مس، هم اتومبیل‌های خوب، هم آمبولانس، هم کادر پزشکی. اینها رو همراه خودمون کردیم و رفتیم به سمت منطقه‌ای که برآورد می‌کردیم که این حادثه. تماس شما یا همراهان شما با آقای آل هاشم چندین بار اتفاق میفته، درسته؟ من 3 یا 4 مرتبه با شهید آیت الله آل هاشم صحبت کردم. همکاران دیگرمون هم مکرر با ایشون. این تا چند ساعت بعدش همچنانشون جواب میدادم؟ شاید مثلا تا 3 ساعت بعد، 4 ساعت بعد. منتها دیگه جواب دادن هایی که خیلی رمقی نداشتن، فقط بیانگر حیات بود و بقیه دردم جان باخته بودن. این بعد معلوم شد دیگه. بعد که ما تونستیم محل حادثه رو پیدا بکنیم، اوضاع و احوال و شرایط نشون میداد که سایر عزیزانمون، رئیس جمهور شهیدمون و سایر شهدا، اوضاع و احوال و وضعیت اجساد پیدا شده حکایت از این میکرد که اینها بلافاصله بعد از حادثه به شهادت رسیدن. اما آیت الله آل هاشم یه چند ساعتی بعد از حادثه به شهادت رسیدن. یه دوره کوتاهی رو ایشون در قید حیات بودن.